دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و مصطفی هجری رئیس حزب دموکرات کردستان ایران تلفنی درباره تحولات ایران گفتگو کردند. به گفته منابع، ترامپ ائتلاف احزاب کرد در ایران را تبریک گفت و درباره تحولات اخیر در ایران و منطقه گفتگو کرد. این اولین گفتگوی ترامپ با یک مقام اپوزیسیون ایرانی و کردستان ایران است. لازمه یادآوری است که قبلا هم روزنامه وال استریت جورنال فاش کرد که ترامپ روز یکشنبه با رهبران گروه‌های کرد داخل ایران گفتگو کرد. از طرف دیگر، ترامپ توان رهبری رضا پهلوی را زیر سوال برد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، بار دیگر نسبت به امکان ایفای نقش رهبری توسط رضا پهلوی، فرزند تبعیدی آخرین شاه ایران، ابراز تردید کرد. به گزارش BBC، ترامپ در پاسخ به پرسشی در کاخ سفید درباره اینکه آیا رضا پهلوی را گزینه‌ای مناسب برای اداره ایران در آینده می‌داند یا نه، گفت بعضی‌ها او را دوست دارند، اما در این حال تأکید کرد که به نظر او بهترین سناریو این است که کسی که از قبل آنجاست این مسئولیت را بر عهده بگیرد. این نخستین بار نیست که ترامپ نسبت به نقش‌آفرینی سیاسی رضا پهلوی ابراز تردید می‌کند. او پیشتر در گفتگویی با رویترز در ماه ژانویه نیز اظهار داشته بود که مطمئن نیست پهلوی در داخل کشور خودش چگونه عمل خواهد کرد. ترامپ افزوده بود: نمی‌دانم که آیا کشورش رهبری او را می‌پذیرد یا نه. مطمئناً اگر می‌پذیرفتند برای من مشکلی نبود. اظهارات اخیر رئیس جمهور آمریکا در شرایطی مطرح می‌شود که بخشی از مخالفان جمهوری اسلامی بازگشت خاندان پهلوی را پس از حدود 47 سال از سرنگونی نظام پادشاهی در جریان انقلاب 1979 ایران مطرح می‌کنند. در این حال شماری از تحلیلگران نیز با تکرار ارزیابی ترامپ این پرسش را مطرح کردند که آیا رضا پهلوی که از زمان انقلاب در تبعید به سر می‌برد می‌تواند کنترل کشوری را که دهه‌ها از آن دور بوده است به صورت مؤثر بر عهده گیرد یا خیر. I guess he is. Some people like him, and we haven't been thinking about too much about that. It would seem to me that somebody from within maybe would be more appropriate. I've said that. He looks like a very nice person, but it would seem to me that somebody that's there, that's currently popular, if there's such a person. But we have people like that. We have people that were more moderate. You know, these were radical lunatics, and you know what they get? They get nothing. All they do is kill people.